مقامات تفتیشاتی شهر سنت پتربورگ روسیه به ضد یک جوان 26 ساله تاجیکستان با اتهام در معذر عام سفید کردن تروریسم پرونده گشوده است. خدمات مطبوعات سرریاست تفتیشات سنت پتربورگ روز 28 مارس سال 2024 خبر داد که این جوان تاجیک در شرحهایش در اینترنت حمله خونین هفته گذشته در شهر کراسنogorsk را سفید کرده است. شعبه تفتیشاتی نویه ویبورگ شهر سنت پتربورگ به شهروند 26 ساله تاجیکستان که در قلمرو روسیه ثبت نام ندارد با اتهام صادر کردن جنایت در قسم دوم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه یعنی سفید کردن تروریسم عیب اعلام کرد و حالا مسئله همچون چاره پیشگیری به حبس گرفتن او بررسی می شود. بنا به فرضیه تفتیشات گمان بر شونده از 24 تا 25 مارس سال 2024 در شبکه‌های اینترنت شرح‌های را نوشت که حمله تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرتی کروکوسیتی خول را حق برآورده است گفته می شود در اطلاعیه. تفسیرات دیگر قضیه دسترس نیست. معلوم نیست که این جوان تاجیک به طرفداری از حملگران در کجا چی نوشته است. سرریاست تفتیشات پتربورگ گفت تحقیق قضیه ادامه دارد. در ثبت کوتاهی که این نهاد نشر کرد جوان تاجیک میگوید که اشتباهی را به گردن میگیرم و صمیمانه اظهار پشیمانی میکنم. بر اساس قسم دوم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه برای در اینترنت سفید کردن تروریسم همچون جزا جریمه به اندازه 300,000 تا 1,000,000 روبل یا از 5 تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. این الکی دومین پرونده جنایتی با اتهام سفید کردن تروریسم در رابطه به حمله روز 22 مارس در شهر کراسنogorsk است. نخستین پرونده با اتهام سفید کردن تروریسم در رابطه به حمله کراسنogorsk به ضد نیکولای کناشنکو شفر مدیر جزیره سنی هلند جدید در پتربورگ است. کناشنکو را در فرودگاه پولکوو وقتی دستگیر کردند که او میخواست به ایروان پرواز کند. او بعد بازداشتش برای سخنهای خود عذر پرسید و همسرش نیز از منصب استعفا داد. بنا به خبرها کناشنکو در یک شرحش در رابطه به حمله کراسنogorsk در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که چرا کروکوس چرا کرملین در پی حمله کراسنogorsk 10 نفر از عهدگان تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی درباره این حادثه اظهار نظر کرده استودند. اکثر آنها به گناهکار بودن تاجیک‌های دستگیر شده باور ندارند و بر اینند که آنها قربان تهمت شدند.